نگاه میکنی؟ هجری؟ این صدای موازی نیست؟ با فکرم اوست. با خدا که اوست. رفتیم بینیم. کاری کردت روبین؟ این مگر با تو میزبد؟ ما باز تو رو مردک فکر میکردیم. جنگاور؟ دامادم؟ هجری؟ مرا گوش کن جنگاور. چی میگوی؟ از دوست داشته من دور میشوی. آن دختر عروسی من است. دیگر تو رو در نزدیک نبینم وگرنه احوال تو بد میشود. اینم خیلی هجری گپ زن. ای این موازین دیوانه تیار شده است کو نمیفهمم. با خودش باوری دارد از برای خدا. جنگاور پسرم با تو دروغ میگوید. با صنم نامزد نیستند. او را زن پسرم زن. ساستا نگو چمن. چرا او را زند؟ هجری پسرم کنی تو با خونت برو. از او شتا خوردنت لازم نیست. پروا نکنید پدر جان. حاضر جزای جنگاور را داده زود میآیم. شما چای دم کنید چای نوشی میآیم. گوش کن جنگاور. آخرین بار میگویم دیگر تو را در اینجا نبینم. از دوست داشتم دور میشوی وگرنه تو را بسیار سخت میزنم. تو رو دوست نمیدارم. دیگر دوست داشته تو نیستم. جانی شیرین اینقدر جنگ مکن. از برای جنگاور شده دلتنگ مکن. من حاضر او را لط و کوب کرده دوباره دلی تو را به دست میارم. جنگاور را لط و کوب میکرده است. ای جنگاور پسرم او چی ها میگوید؟ بزن او را زن. حرکت شوکت رو ببینی یا خدا تو. که شوکت؟ هیچ خیلی پری اومد. بچه ما هم در وقتش مشق کردگیم. زوری بدیه که گفتم که غیر اعضای بدنم در کجای میفوره زدم بگی. فهمیدی؟ جنگاور هجری رو نزن التماس. تنها رو کمی بترسون و خلاص. دخترم تو چرا کردور میشوی؟ بگذار کمینی خوب زن تو رو. جنگاور زن پسرم زن او رو. جنگاور ایست هجری رو نزن. سختی بد زدم که شوکت. یه بچه استا بزن نوفون در کرد. همون دیگر نمیزنم. از این پس با عقل شو جنگاور. با تو چی گفتم جنگاور؟ از اینجا دور میشوی. دیگر تو رو در نزدیک دوست داشتم نبینم. فهمیدی؟ کنی اینجا بیا. باورم نمیوید. هجری جنگاور زاده سوداست مگر؟ نه جانم این غیر امکان است. چخیل موازین جنگاور رو میزده است. هیچ این خیل شده نمیتواند. عجایب. هجری باز بزن جنگاور رو. بزن باز هم بزن. چقدر ما رو دوست داشتنت رو نشان بده. پروا نکن جانی شیرین. اینش برای تو. آدمی پس. طاقت کن پسرم. حاضر میآیم. هجری تو برادری همه که اومدن یه مشتی دیگه در اون بزن. فهمیدی؟ مایلش تمام که شوکت. کمی اومدن برای که من دولین پس شد. نه حالا نه اومدن. همه که اومدن قرصق من با قفو در طی فکم یه تا بزن. تمام. انا این خیلی استو. نه در این طرف نزن که دندونم پلمبه دوره نشکنه. ای طرف بزن. تمام. ایستا که رنگ کینو هندی بزن به شکل نرسه. ای بچه هجری سخت دیستن. از دوست داشتم دور میشوی. چند بار با تو گویم. هجری شوکت شو از روسی زده است. او آدمی پس. ناباکن ابله. آدمی پس حیوان. آدم نیستی تو. هجری ای بچه استا بزن ما شوکت مخینه کشیمه. خوب است که شوکت. دا گردم زدی ای. اومدم دومودم. که شوکت. نمورا که شوکت. تو کی رو میزنی ها؟ کی رو؟ دومودی من.
ای دومودم خیز تو رو سخ زد پسرم ای خیز ای پسرم بیو دومودم بیو ای جانی من ای دومودم تو حیوانی سختی بزدی. ای دیده ایستاده قدیر چخل دومودم اون رو زد است وحشی. حلالت باد هجری. رحمت پدرجان تشکر. یعنی در تو قوه ایمان اونقدر بسیار بود است که جنگاور و میزده حلالت باد پسرم. آیده چه؟ ای قدیر نمیشنوی مگر دومودم اون رو زد است دومودم اون رو. به خدا زنک جان باز نرنج جنگاور چی خیلی شتا کرد یا خدایا. اکنون این خیل شد قدیر. بله همهش در نزد چشمانم شد آخر. جنگاور رو زدی هجری. از این پس مرا تو خودت نجات میدی؟ نه نمیشود نه. من تنها یک دومود دارم. مرا تنها دومودی خودم نجات میدهد. او دومود جانم. دومودم خشت آمد بوسته کنم. شما نغزمه درست می؟ شوکت؟ جنگاور شوکت بود است؟ شوکتم ها همینش نمیرسید. جنگاور اکه شوکت بوده است. کنی بینم؟ ای اکه شوکت این کار به تو میزباد. ای بستایب هر دوی شما کی؟ قدیر گوش کن. هر دوی اینها یک جای شده فکر کردند که ما رو فریب میدهند. استغفرالله در شب روشن تهمت میکنن. این درست است هجری؟ نه مایده چم حاضر میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ کنی نقل کن چی رو میفهمونی؟ کوکو خب کنین بینیم همه آدم چی میگفته باشه. تمام او هیری بخدا گپ ندارم. همه کسی خاموش باشه یا آدم میفهمونه. سیم آدم ما خودش میجای سمی. چرا مرا فریاد دارد آخر؟ یا خدای توبه. لبای شام بخیر به همه. اپای چمن جان بابای قدیر شنیچه چخیل. این جنگاور شوکت بود است مگر چی شد بازا؟ من نفهمیدم موندم. باز جاروبه. جاروب؟ بچه ها را بود دسترشون با جاروب نزن که بی عقل نشوند. نه اکه شوکت بیستو با کجای زد همینجا؟ یعنی این طرفه بته خیلی میخپم. ام خیلی سوخته کدیسته. یا خدای توبه. چی میخندی؟ همه خنداوره بی عقلی تو؟ نجای من میبودی که چمن ادو جارو بود میزد انا با میدم حالتا. مایلش اینو برای هجری دیلم سوخت با خدا. یعنی سنم نامزدی رو برهم داد. برادر چه خیلی آدمی خوب هستی. از دلسوزی بسیار مثل شم سوخته رفته استی. خیلی دلسوزی ایقه میخندی. چیکار کنم؟ خنداور است. خنداور میگوده؟ خنداور خودت یک افتی خونه که آینه به نگاه کن. افتی خونه که درگوه یک بار خطبین با مرا بخند. چی شد از به حال من؟ تو چیکار کردیسته؟ ای چی حاله؟ میگه که باید زینب را نجات میدادم رفته عالم را نجات دادم. این حالت را زینب دیده رشک برده است. زینب با این رشک برده باز زبید با زینب رشک برده است. رنگی کنوی اندیس که کدیسین که چی در داری تو؟ چی خیلی چی در دارم برادر. همش رو نقل کردم کو. مرا گوش کن.
تو هم زینب دوست می‌داری چی؟ بس کن. چرا دوست می‌داشتم؟ من تنها زهرایم را دوست می‌دارم. بیا سفسطه نگو که دوستش می‌داری ها؟ شوکت بس کن آخر. در اصل تو گناهگار نیستی برادرم. دختر زیبا است آخر. شوکت من زهرا را دوست می‌دارم، تو نمی‌فهمی. دختر چه خیل کرده باشد که موفق شده است؟ با چی موفق شده است؟ از قلب تو نام زهرا را تازه کرده به جایش نام خودش را نوشته است. نه. چه خیل نه؟ چه خیل نه؟ بدبخت که ادبی گاز زدم خیال تا که من ترا نفهمیده استم. زهرا میگی میری اوش گپ میپرتوی ها؟ چی میگویی شوکت بی عقل؟ چی میگویی؟ کشک برادر میگن دشمن شکروار میگه دوست تبروار. ها؟ دروغ گفتم؟ من دروغ گویم؟ دروغ است. در دل من غیر از زهرا دیگر برای کسی جای نیست. این را فراموش نکن. ابراهیم شاه خیلی برای چی نمیکوی زهرا را؟ میدونی که زنده چی من نمیکوی؟ چی خیلی جستجو نمیکنم؟ مگر به خاطر زهرا من با این لباس داملاگی صبح و شام نمیگردم؟ خیر چی شد؟ این لباسو فایده کرد مگر؟ چی شد؟ یگان نتیجه داد؟ دختر رو پیدا کردی؟ پیدا کرده توانستی. این فکری کی بود آخر؟ فکری تو بود. به یادت بیارم. روسیا این لباسا را که بباری من که او لباسایی که امچی دیدیم که او با برکه بود همه را میپوشیدی. زهرا خودش میافتاد. شوکت زهرا مرا چخل میابد. چهرم عوض شده است. او حتی نمیدوند که من زنده ام. آخر من هم همین را گفته ایستادم ابله. او چخل تو رو میافته است. تو باید او را یابی. تو چخل کلاس هستی؟ کلاسی که من میشناختم رفته اون دختر را میافت. شوکت برای زهرا را یافتن اول باید دختر نقابدار را یابم، چون که زهرا دختر نقابدار است. برادرم این خیل باشد رفته دختر نقابدار را یاب. شوکت مثل بی عقل ها گپ نزن. پس از مردن اژدها دختر نقابدار ناپدید شد. شاید که به خارجه رفته است. شاید نرفته است. در همین جا باشد. تو از کجا میدانی؟ برای آنه که دختر نقابدار را پیدا نمایم باید کاری کنم. ولی چی؟ زینب بدوز برادر. زینب اگر دختر نقابدار باشه زهرا دختر امکشه که البته برای نجات دادنش میآید. شوکت سفسطه نگو. آن ابله ها زینب را دزدیدند. دختر نقابدار آمده زینب را نجات نداد کو؟ راست میگویی. یعنی که زهرا زینب را دوست نمیدارد. یک ثانیه وقتی که کمال سیاه ملیس را دزدیده بود ملیس را دختر نقابدار نجات داد. درست میگویی برادرم، لیکن زهرایی که من میشناختم کو ملیس گنده شو میدید. از این معلوم شد که او برایش عزیز است. بخدا نمیدونم. خیر که چیکار میکنی برادر عزیز؟ دختر نقابدار یعنی برای زهرایم را پیدا کردن ملیس را میدزدیم برادر. ابو بله. ملیس رو؟ بله. ملیس اکنون با مشتی راست مرا بزن. زینب ملیس نگوی که کمال سیاه شنود میفهمد که ملیس هستم. آخر حافظه او در جایش نیست کو؟ راست آخر. دستم. ای خوب هستی جناب؟ آخر زینب دستم را شکستی. ای نوز نکن ملیس آخر. کنی بگیر نوبتی تو است. تو برای اول بسیار خوب تیزیات گرفتی. البته زیبایم. ما چی هنرهایی داریم اگر دانی. یا ملیس کنی بیایی دوما میدیم. زینب این جنگ رو با من خوب بیاموز که کمال سیاه رو به زمین یکسان کنم. آخر او مرا به یاد نمی آرد. این یک سویستد و من با او محقول نیستم. یک فکر کن با او محقول نیستم. برای همین او رو باید بسیار سخت بزنم. تمام این خیل باشد بسیار سخت مشق میکنیم. بله یک لحظه تلفنم زنگ میزند. یک دقیقه جانم. لابال. الو شام بخیر ملیس. شام بخیر کمیسر مراد. بخیر است. چیزی شده است؟ بس صدایت چی شده است ملیس؟ شام بخیر کمیسر مراد. چیزی شده است؟ نه چیزی مهمی نیست. من به تو در مسئله دختر نقابدار زنگ زدم. دختر نقابدار؟ بله وقتی کمال سیاه تو را دزدیده بود دختر نقابدار نجات داد کو؟ بله. وای گفتم که پرسم
به نزدیکی دختر نقابدار را ندیده بودی؟ نه او را ندیدم. فهمو. خب مایلش ملیس جان، تو رو ناراحت کردم، میبخشی. شام بخیر. شام بخیر. یا خدایا، کمیسر مراد چرا از من دختری نقابدار را پرسید؟ کمیسری بیشرم، حالا هم از پسی من است. حاضر کمیسر رو به خود عاشق کردنم خطرناک است، ولی آن عالمی شیطانچه رو از بری او دور کردنم از همه مهمتر است. خیر، چیز شود، بیا مشکمان رو ادامه میدیم. کنی؟ ها، کنی به شکم بزن؟ شتا، حاضر میزنم. شیمم دارید آخیر. چی؟ کنیس بینم؟ آخیر زینب نخند، سوزن و رشته بیار. این حالا هم خانیده ایستاده استای. یا خدایا توبه. از ملیس پرسیدم هیچ چیز را نمیداند. اکو چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ پگاه اولین کاری که میکنیم ملیس رو میدزدیم. برادر من یک سوالی بسیار مهم دارم. ما ملیس رو در وقتی عدنان جسور بودنش میدزدیم یا در وقتی ملیس بودنش؟ شوکت چی فرق دارد آخر؟ هر دوش یک آدم. تو هم آدم عجیب هستی. یا خدایا توبه. آه زهرا، وقتی که ملیس را میدزدم تو هم پیدا شو. حالم را بین. برای مرا شناختنت با لباس دامولاگی سیر و گشت دارم. قربانت شوم. آشکار کن خودت را آخر. چقدر کی گپ زدی سای؟ توبه استغفر الله. چکره امروز روز شادی امانه نامزدی هجری بر هم خورد. بسیار شاد هستیم. هیچ کس نشنویده نماند. نامزدی میمون سنم و هجری بر هم خورد است. هجری ایمانه چرا نامزدی هجری و سنم ویران شده باشد؟ از پشت جنگاور ویران شده بوده است. جنگاور؟ آه جنگاور، آه جنگاور، تو چه خیل آدم هستی؟ مگر مرد بین دو دوست داشته میدراید؟ تو نامرد هستی مگر؟ به هجری بسیار عیب شده. بیچاره این بچه بسیار غمگین شده است. بله اکا، بله. جنگاور، تو یک به دست من افتی بابت میکنم. رفیقان، هر مشتی که به هجری زدن گویا به ما زدن. بله. کنی رفته اونجا سور را بیارید. شد دامل مراد. کمیسر مراد، کمیسرم بفرمایید دوکو جان. امر کنید کمیسرم. در اینجا یک سوال جوره. کمال سیاه در اینجا نباشه با قپا. سوال خوب. بچه ها چرا شما از کمال سیاه میترسید؟ تنها ملیس را دزدیده به اینجا میارید. باید دختر نقابدار رو یابم. کنی روید. رفتیم سمی. من اینجا باشم نترس. شوکت، ما چرا ملیس رو میدوزدیم؟ کاری چی اوکا؟ هر جا ببینی پچقتن نخلان؟ اما با پیش. چی نگاه میکنی ها؟ باستگی شتا نکنم. گم شو. نرموده چه؟ باز این ابله مرا نرموده میگوید. کنیست؟ شما کی هستید؟ چرا پیشی رو هم رو گرفتید؟ این پهل بزرگی کدسته
ببین اکا چی میگوید. بیا بیا آنجا بیا. بیا نگوید. ایستا کدام ایستا شریف من نگورزید. اینجا بیایید جزایتون رو میدهم. ایسته. ناعهده براها یگان کار از دستتان نمی آید. یک ملیس را دزدیده نتوانسته داخل. کمیسرم بخشش همین سر در ختنه توی مسلم کمتر پر خورده برایم دویده نتوانسته. کمیسرم این دفعه نقبیدیم، دفعه دیگه میقپیم شوخی. چیه قزیقی؟ سمی بیا بریم بقپیمش که نسلنش پری. او را دستگیر کرده میاریم. روید تیز گم شوید. یک بار دیگر رو براین جزایشان را میدهم. کانیستو. السلام علیکم اکا، شما نغزمه؟ باز شما هستید؟ باز ما این دفعه کمال سیات هم دیگه ترای دست خلاص کردن نمیتونه. من چرا از اینها میگریختم آخر؟ مشق هایی که از زینب آموخته بودم اینجا استفاده میبرم. خودتون خواستید آخر. لبت کو آی کلین کمایا کلی اینجا نیفهم لطبسم در دروازتون آچا من رایی کنم خانتون. اگر تو من رزنی من خفه بلمن شما مرا مسخره کرده ایستادید ها؟ چه؟ هوا یفتی او دار بینیم شکار بینیم. چی شد برزگام ها؟ بازدوری میکنید ها؟ چی شده؟ کاش این حرکت رو نمیکردم. باز دارید. همش از پشت شما شد. افلاس ها. شما روزتون رو میبینید. کنی یک بار دیگر رو برویم برایت. انا با شما. کنی خزید شوکت بخیز در جایگاه خودمون بخوابیم. خیز خزید از جایتان. بسم الله. میانمه آی سرمی. از این حال مردنتان بهتر است. نخواد مریض شما را زند. به خدا همینجا همه ما را میزنه. خیلی اشتباه بودیش که پشت ما مساج نکرده بود. نه این خیلی نمیشود. یکان چیزی دیگر باید فکر کنم. دیدی ما باز شطه خوردیم. بگیریم تشکری زیاد. فاتیه گشت. بگی یگان تای دیگر بگی خواهران بگی. تشکر. روز بخیر. میلش نازمون بنوشه. گیره بگی بخور. بسیار بامزه. مادر اکم برای نامزدیش بر هم خود است چقدر زیغ شده است. میدونی خودت تو چه خیلی خوشحال میشوی. همش میگذره دخترم. تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ فقط گپای سبسته میگوی کو؟ نکری خیل؟ مرحمت بگیرین. فاتیه ما برهم خورد. مرحمت. تشکری زیاد. آشه چوا. санам мумкин аст гап занем? санам лутфан охир ҷонам санам лутфан якирови атромон гап занем. ин масъалаҳоро метавонем бо суҳбат ҳал кунем. охир акнун дигар ҳеҷ чизе намондааст ки бо ту суҳбат кунем иҷрӣ? чӣ хел намондааст? намондааст охир. чӣ яъне ҳама чиз тамом шуд магар? бале тамом шуд. дигар номзад нестем мо.
چه خیلی تمام شده است دختر. تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود. فهمیدی؟ هجری؟ فهمیدی گفتم. تمام هجری شد. آرام شو. بگی دست آرام نمیشوم. هجری توی خیلی نبودی؟ تو ما رو همیشه دستگیری میکردی؟ دستگیری کردم چی شد؟ تو ما رو همیشه دستگیری میکردی. دستگیری کردم با بالای سرم برآمدی. هجری؟ چی؟ هجری تو آدمی آرام و با عقل بودی که آخر چی شد با تو؟ طاقتم را طاق کردید. خودت از یک طرف، مادرت از دیگر طرف، پدرت از دیگر طرف. برای پدرت آنقدر تخم بریانی با حسی پختم که وقتی میخورد همش خوب بود. حاضر باشه جنگ آور جنگ آور جنگ آور جنگ آور جنگ آور. دامادم. تمام هجری تمام. تو آرام شو. چلیکتا درست کن. هجری چرا داد میزنی آخر؟ دست درست کن. تمام درست میکنم. انا با اینش درست کردم. سلام دستتو نلرزان بیزار کردی. راستیست تو. این انگشترینه چلیکت نبروری فهمیدی؟ عصبی هم نکن. دیوانه هم نکن. حیران میشوم. بیگاه آمده تو رو با خوری میبرم. رو فهمیدی؟ لباس های ساز پوشیگری خیلی بوسپوچیت را نبینم. یا خدایا یا رسول الله. چه خیلی نامزد نیستیم سنم. مگر از پشتی همان کار نامزدی بر هم میخورد. کنی یک روی نکن دستت رو دراز کن آشتی کنیم. زورا نکن هجری. این انگشتری رو با انگشتم نمیاندازم. اما چه خیلی اما چه خیلی؟ من با تو چند بار گفتم که ما رو جنگاور نه تو باید نجادی. ولی تو چی کار کردی؟ مرگوش کردی؟ نکردی. از جنگاور دلگیر شدم منی. جنگاور. سلام دوستان عزیز. با دقت همه شما می رسانیم که من بعد از یوتیوب کانال سابینا اچ دی شما می توانید فیلم قبل را به طور اصلی که قسمهایش عبارت از 2 ساعت می باشد به زبان تاجیکی ببینید. از قسم 1 تا قسم 84 که پایان فیلم است در یک هفته 3 قسم تماشا کنید. ناگفته نماند که من بعد فیلم یار فراری از سبب کم بودن مشتریانش پخش کردن نمی شود و فیلم 100 برگ سیاه از سبب نبودن ترجمه فیلم با زبان تاجیکی از قسم 42 می گذرد به قسم 90 و همین طور ادامه می دهیم. ما همه روز از 2 فیلم 1 قسم پخش می نماییم. روز شنبه هدایت و ویترینی، یک شنبه مریم و درد عشق، دوشنبه شهزاده شبها و 100 برگ سیاه، سه شنبه همراز عشق و قول، چهارشنبه اسرار ازل و عشق و نفرت. در روزهای باقی مانده ما می توانیم فیلم های فرمایشی که از جانب شما درخواست کرده شده از بینندگان عزیز پخش نماییم. تماشابینان محترم، ما کوشش میکنیم که بهر شما فیلم های جذاب و نوارهای جالب را پیشنهاد کنیم و شما باشد به شبکه ما آبونه شدن و دستگیری کردن را فراموش نکنید. جنگاور. سنمم، زیبوچه‌ام، مایدچه‌ام. کنی دستت رو درست کن. درست نمیکنم. درست کن مایدچه‌ام. اوف، نگفتم که آخر. ایگم شب. چی گپ است؟ ناز و نوز رو ببین. ای سیرمی دیو نگذروندی. چی؟ تو با من چی گفتی؟ چی گفتم؟ تو با من گفتی که از سایرمی دیوانه دیده دیوانه تر هستی؟ همین خیلی گفتم. نه نگفتم. سنم کجا رو نگاه داری؟ سنم شوخی کردن میخواهی؟ شوخی میکنی همین خیلی نه؟ فقط به سرم نزن که درد میکند. سنم کنی اینجا بیا. تو چه خیلی جوان مرد هستی مرا با جنگاور میدهی؟ سنم درد میکند. اینجا بیا. سنم التماس.
дар куҷое набошам аз пешамон ҷоруб мебарояд. устод ёрдамам кун илтимос. ҳиҷрӣ ба ин ҷо биё. ҳиҷрӣ дар куҷо ҳастӣ? ба он тараф рафт. ҳиҷрӣ вайро бубина, гӯё душманашро сур дорад. ҳиҷрӣ инҷо биё гуфтам. устод агар донӣ ба сарам чӣ балоҳое наомад. медонам ҳиҷрӣ, медонам. номзадиятон барҳам хӯрд. бисёр зиқ шудам. устод духтар номзадиро барҳам диҳад ҷоиз бошад? ҳиҷрӣ инро савол карда истодаи ҳозир? не, ҷавобашро медонам, лекин барои чӣ боз пурсидам? албатта ки ҷоиз нест. яъне ҳамаш аз пушти ҷанговар. аз пушти ҷанговар? бародар, охир ҷанговар худат ҳастӣ? рости гап аз худам ғазаб дорам устод. оҳ ҳиҷрӣ, ту хонадор шуда наметавонӣ. ман бошам зуҳроямро намеёбам. чӣ мешавад ин аҳволи мо охир? хушбахтӣ насиби мо набудааст ошно. ҳамхел не ҳиҷрӣ? устод, як савол пурсам мумкин аст? чӣ? устод, дар масҷид селфи кардан ҷоиз бошад? чӣ хел? устод, субҳ баъд аз намози бомдод ҷамоат ҳама ҷамъ шуда селфи карданд. аз он ҷо ба ёдам омад. ҳиҷрӣ, дӯстдоштаат номзадиро барҳам додааст. ту ҳоло ҳам савол мепурсӣ? ҷоиз бошад устод? маълум ки роҳи халосӣ нест. ту гуфтӣ ки имрӯз ҷамоат баъд аз намоз селфи гирифтанд ҳиҷрӣ? бале устод. ҷамоат, карӣ биёед, ҷамъ шавед, як акси хотира бигирем. ҳиҷрӣ, ту ҳам биё. ака ҷавҳар чӣ кор мекунӣ? селфи гирифта истодааст. биё ту ҳам. ҳиҷрӣ, ту ҳам биё гуфтам, зудтар. канӣ ҳама нигоҳ кунед. канӣ бебинем. канӣ боз як бори дигар мегирем. ана бисёр беҳтарин. медонӣ чаро ин аксо гирифтам? ба бародарони муъмине ки ба намози бомдод наомадан мефиристам то ин ки бубинанд. фиристор, тамом кун бубинанд чӣ қил савобро аз даст доданд. хоб, бебинем. шуд. خدا قبول کند. خیر. خدا قبول. خدا قبول. نقص مونده. گوش کن هجری. در این مسئله عالم‌های مشهور اسلام با هم اختلاف کردند. بعضیشان میگویند که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست، چون که در دین ما باید عبادت مخفیانه کرده شود. افضلتر است که به اطراف نشان نداده انجام دهی. ولی بعضی از عالم‌ها گفتند که در مسجد سلفی گرفتن برای هوسمندگردانی مومن‌ها خوب است. شما چی میگید استاد؟ آخر هجری، من باید زهرایم رو یابم. باید او چون دختر نقابدار به میدان براید. استاد، انشالله خدا شما رو به دوست داشته‌تان در کوتاه‌ترین مدت میرساند. آمین. خلاصه چی میشود؟ هجری، خلاصه این که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. از همه‌مان هجری. کنی زهرا، نقابت را کش. التماس پیدا شو، قربان چشمانت شوم. صنما، از پشت جنگاور شده نامزدی رو برهم دادی. استاد، من به خانه صنم همچون جنگاور می روم. با آنها می گویم که دامادی آنها نمی شوم و جنگاور رو به دامادی قبول کنید می گویم. نقشه خوب هجری، نقشه خوب. از جارب ها احتیاط شو. وضعیت را با من هم خبر ده. فهمیدی؟ تمام استاد. جارب گرفتن خبر میدی هم. خبر ده میشکنی. مایلش. خیر مایلش بیرم. من هم رفته نقشه دزدیدن ملیس را از نو فکر کنم. طب عادی میگوید که حافظه او بر نمیگردد. انشاءالله طب الترناتیوی چاره ای را مییابد و نجات مییابیم. انشاءالله جناب اعظمی. ما
کمال بالا؟ این او هست. حافظه او گم شده است. بفرمایید. پسرا ناخلف. پسرا یا خدایا انشالله حافظش برمیگردد. التماس آخر خواهش میکنم. جناب طبیب، حافظه ای پسرم کمال را برگرداندن میتوانید؟ این خیل او را خانه‌دار کردن نمیتوانم. در یگان جا هم کار کردن نمیتواند. پدر وایما نکن، وضعیتم اونقدر هم بد نیست. خاموشی بی تربیه. نمیبینی من با طبیب صحبت دارم؟ جناب طبیب، حافظه ای پسرم را برگرداندن نمیتوانید؟ شد احمد، شما پروا نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی وضعیت اینقدر غیر امکان است طبیب؟ این خیلی می شود مگر احمد؟ ما الترناتیوی تیپ را میسازیم، آخر ندارد. من حاضر یگان چیز دیگر آماده میکنم. تمام. من حاضر حافظه تو را خوب تازه میکنم، بعد میبینی. کارهایی که به دادرم کرده بودی بسیار سخت جزایش را میگیری. مرحمت گیره دمک. رحمتی کلان طبیب، تشکری زیاد. بیمارمون صبح نصف روزی بگاه در شکم سیر یک قاشق میخورد. تأثیرش را در حال خواهید دید. در شکم سیر یک قاشق؟ رحمت طبیب. رفتیم به تربیه میرویم. تشکر، فهمیدم. یک قاشق. انا اومدی جناب دومولو. حاضر تو رو به خودم عاشق کرده از اون عالم گفتنی شیطانچه خلاص میشوم. زندگیم رنگ و رنگ شود. مراد جان، تو با کرسی خطا نشسته ای. من برای تو این میز را آماده کردم. تو رو با اونجا دعوت میکنم جانم. مرحمت. جانم؟ بیا لطفاً. مایلش اگر خواهی برایت یگان چیزی دیگر هم میارم جانم. نه لازم نیست، اما همه این بچه خاطر است. نفهمیدم. اما مراد جان، یعنی تو دیشب برای حیاتی مرا نجات دادن کوشش کرده بودی. من برای تو یک صبحانه آماده کردم. زیاد است مگر؟ ای چیرکین شده است. تازه کنم؟ خوب، ولی من دیشب حیاتی عالم رو نجات دادم، تو مرا جنگ کردی زینب. ای این لباسی دومولوگی چقدر به تو زیبیده است. ماشاءالله چشم نرسد. بخیر است. عملیات حالا هم دوام دارد؟ بله دوام دارد. خیر هیچ گپ نیست جانم. بگذار عملیاتی ادامه یابد، چون که تو با لباسی دومولوگی هم بسیار زیبا هستی. گرچنده تو چیزی که میپوشی میزیبد. چی شده است با این دختر؟ وای تشکر زیاد، منت دارم.
مراد جان، من برای تو بعد از صبحانه قهوه آماده میکنم. چه خیلی قهوه میخواهی؟ کم شکر یا شکرش میانه باشد؟ این دختر نهایت با جاذبه من طاقت نکرد. مرا گپ داده ایستاده است. وای کم شکر باشد جانم. شد جانم. با او نگاه کن. فکر کرده است که با او عاشق شدم. با تو چیکار میکنم کمیسر بیشرم؟ مقصدی من اون دختری شیطانچه رو باب کردن است. جناب مراد، لباس دومولوژی باز با شما زیبیده است کو؟ صبح بخیر. عملیات باز هم ادامه دارد؟ اگر نمی اومدی نمیشد ها؟ برای حیاتم رو نجات دادنتان برای شما هدیه گرفتم. هدیه گرفتید؟ بله. خانم عالم لازم نبود زحمت کشیدید. این بسیار تحفه زیبا است. زیبایی شما را نشان می‌دهد. تشکر زیاد. سلامت باشید. این ساعت دستی است؟ 1 دقیقه است. منتظر شو. مراد جان، در اصل ساعت دستی اینجاست. یعنی مراد جان، جانم، دیشب آخر حیاتی مرا نجات دادن خواستی کو؟ مراد جان؟ مراد جان، تو اون قطی رو 1 سو گذار جانم. 1 سو گذار. انا این رو بگیر. دخترها لازم نبود آخر. یا خدا. این رو بگیر مراد جان. نه جانم، این رو بگیر. این رو هم بگیر مراد جان. نه این رو بگیر. این رو هم بگیر. این رو نگیر. در اینجا چی گپایا؟ نه این رو بگیر. بگیر. اینها رو بگیر. ما هم میجیم چی با مرا توفه نمیتنه؟ اینش رو هم. چی با مرا یکم کس دوست نمیدارم. من توفه را دوست میدارم. من میسانم. اینها رو بگیر. من توفه را قبول کرده میتونم. اوه دلم میزنه. برای چی همین دختر رو فقط در توفه میتنه؟ چی میدونم همکار. یکی خودم را در بین قطی ها دیدم. هیچ چیز را نفهمیدم. گوش کن مراد، این جوابی سوالی من نبود. چرا آخر؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ چرا مراد؟ چرا؟ خوب گپ بزن. برای چی دختر رو افتی خنی که ترا انتخاب میکنه ای مرانه ها؟ میدونی چرا؟ جاذبه نداری. دخترها مرا دیده طاقت نمیکنند همکار. یه برای گوشه عصبامو ویران کردی. خدا داملا میگیری و زینب ده نزدیک نشو برادر. فهمیدی مرا؟ من چیکار کنم؟ او از پسی من دور نمیشود. در عصبام نرس. مراد آینده در نگری شری زن کلونه. ای شاینه زنش میترسه. ای زینب دور باش. اگه بفورد که زن کلونه شه بخیبره عالم ببیره بگی. آخر نمیدونم. عجبا از بین هر دویشون یکی را انتخاب کنم چی؟ لعنتی. کو بگم تو چه خیلی دختر رو معقوله یا؟ با تو چی همکار؟ بچه جواب تو چه خیلی دختر معقوله یا؟ توبه استغفرالله. گوش کن اولم ببین. من فهمیدم بین تو و مراد چی گپ است. بسیار خوب به هم میزیبید. خدا خوشبخت کند. ولی مراد را خوب بشناسم. او آدمگری نداره. گنده آدمی پسته. بیماری روحیه. فقط به یاردم تو احتیاج داره عالم. میدونی چی؟ مراد گنده به مهر محبت تو احتیاج داره. باید یاردمش بکنی. خوب لیکن نمیدونم با او چه خیلی یاری کنم. گوش کن عالم ببین. مراد عروسای زمانه بسیار خوشش میآید. میفروش. اینا با نزدیکی سلسله فیلم هدایت هم تمام میشود. یک سریال زوری دیگر را ترجمه کردیم. نامی سریال نامان عروسی زمانویه. بعد خطرناک اما عروسی زمانوی کنی زوری بد میشود.
آخر شما دوستی نزدیکش هستید، میدونید با جناب مراد چه خیلی آرایش و نبودی لباس معقول است. گوش کن عالم ببین مراد، کرتای سرخ تاجیکی را بسیار دوست می‌دارم. ناخن دادن اگه ناخنه پیشک باشه بسیار بسیار معقول شد. چپاتی‌های منظری پیش مسجد مهکلانه بسیار دوست می‌دارم. فقط رنگ چپاتی‌های منظر به پس دلش به دست میاری با مزن. بعد قشوت اوسما بکش، روتش شپکلیوفکا کن. مراد دخترایی که روشون شپکلیوفکا دارن بسیار دوست می‌داره. موی سر جنگیله را دوست می‌داره. برای همین موی سرت جنجک بکن که مراد ببینه کوکی سرش بکنه. بعد مراد دخترکا یوبکا پوش بسیار می‌فوره. میدونی چی؟ اوقات دوست داشتنش قروتوی برکت باشه، با برکت باشه، گوش داشته باشه، همین خدر چیز باشه دلی مرد نمیای. کنی میبینیم چیکار میکنیم. جنابی سوپای لبای تشکری زیاد. 100%. شد خیر، باز گپ میزنیم. شمسی بچه مجیده آدمی نمیشیدنیه، روزی دراز در ماشین بزرگه زنگ نمیزنه. اورامان همکار، چی شد از با این دخترها؟ من نفهمیدم. نمیدونم، از این گپا خودت با خبرتری. بابایشان با همو میپرسی. یا خدایا توبه. نکی مراد سالد رنگی ساله منانه. پدر بیا باشی. دکتر عزیز خاموش باش. چی شد پدر؟ کمالا بلیسا بردن دکترها چی گفتن؟ حالش جور میشه؟ دکتر دارو آماده کرد، از آن صبح و شام یک قاشق میخورده است. نازیه یک قاشق بیار دخترم. یک لحظه پدر جان آمدم. کنی خور. چی شد؟ همه چیز را با خاطر آوردی همین خیلی نپسرم؟ تو کی هستی امک؟ چکار میکنی تو ها؟ چی میگویی؟ من پدری تو هستم، پیشری ناخلف. راست بس رنگ نورمدی کجل رفتار نکن. تو خاموش باش، بهتر بیره. خودت رو حرمت کن امک، مگر من پدرم را نمیشناسم؟ کمال به عقل چه خیلی گپ زده ای پدر تای. من تو رو چی خیلی کی میشناسم؟ ای خب به عقل بد نشم، ما کف میشم دیوونه. تو کالتاکیلاس هستی تو. کالتاکیلاس؟ چه خیلی کالتاکیلاس آخیر؟ نه آخیر حافظه این تماما گم شد. تو کلاسی که پدرم را دیوانه کرده بودی همونی. آروم شوید بس. کمال برادر کمی آروم شو. آخر نشناختی من دوستت عدنانی جسورم. مادر؟ نه. آها، سر این تماما کار نمیکند کن. این دارو با او فایده نکرده است. سری او را باید فرمت کنیم، آخر این خیلی نمیشود. پدر؟ آخر پدری تو من هستم، بیا تربیه. حمیدی ناخلف من هستم. پدر خودتو با دست بگیره، نکت بیزار کردی قطعی حافظت. پدر دستت رو بوسه کنم. انا سر شیده کن. توبه استغفر. بیادبی ده که کمال در جاد بشی، توبه کن. جسور؟ چرا با سرم با سکوارات زدی؟ کمال من میلیس هستم، با یاد نآوردی؟ آخر عدنان چی شد با تو؟ چرا با صدای زنونه گپ میزنی؟ حاضر حافظت برمیگرده. عدنان تو دیوانه شده ای؟ چرا با سکوارات میزنی مرا؟ نه معلوم شد که حافظه او را برگردانده نمیشود، ولی باز یگان چاره دیگر میجویم. باید رفته با آنها همچون جنگاور گویم که داماد شما شده نمیتوانم، وگرنه سنم را نمیدهند. خدایا با من یاری بکن.
جنگاور ای دامادم ای ایست ای بیا دامادم جانم دامادم ای جانم ای تو رو یاد کردم یک دقیقه من از کجا میدونم که تو جنگاوری حقیقی هستی اگر ساخته باشی چی؟ باید این رو سنجم رضوان کن اینجا بیایید زودتر بیایید رضوان این آدم رو زنید چرا ایستاده اید؟ زنید توی رو ایستید چیکار میکنید؟ اینجا برای با شما جنگیدن آمدم با خدا تو جنگاور هستی ای دامادم جان پسری من دامادی من ای مادر جان باید صحبت کنیم شد پسرم صحبت میکنیم ولی گوش کن این خیل میکنیم بیا به خونه رویم مادر جانت به تو چای تلخ دم میکند بیا پسرم رویم بیا مادر جان زحمت نکشید نه جانم چه خیل زحمت بیا پسرم بیا دامادم آمده چای نمیکنم مگر بیا کنی پسرم چایت رو نوش آخر خنک میشود دامادم چه خیل نوشه زنک جان نمیبینیم اگر نقاب دارد درست میگویی چه خیل آدمی با عقل هستی به خدا دامادم گیر نقابت رو کش هیچ کس نیست ما خودمون هستیم به نقابت احتیاج نیست کنی پسرم نقابت رو کش باز دامادم میشوی رویت رو بینیم همی خیل نی نقابم رو برآورده نمیتوانم برای چی پسرم شرطنامه دارم شرطنامه داری؟ بله جناب یک وظیفه مخفی دارم تا مهلت شرطنامه با پایان نرسد نقابم را کشیده نمیتوانم شد این خیل باشد شد ما همی خیل قبول میکنیم ولی گوش کن تا روزی توی باید نقابت را کشی دامادی نقاب دار میشود مگر همه همسایه ها میخندن خیر مادامی که دامادم میشوی و کارهای من یاری میکنی کم هم کنی؟ کارهای من گفتید؟ میخوام که برای من کار کنی هر دیمون یک جای باشه هیچ کس مقابل ما ایستاده نمیتونه آخر دلگیر نکن خودر دامادم رو آخر من چی گفتم زنک جان؟ ایستالا دامادم گوش کن چی میگویم با تو در نقشه های خودت یگون روز رو برای تویتون انتخاب کرده پسرم؟ بس است آخر مادرم یک بار اقلان از من پرسید که با جنگاور خاندار شدن میخواهی؟ این بار نمیپرسیم دخترم این خیل باشد بهوده داماد نگوید چون که من با جنگاور خاندار نمیشوم دخترم کمی خاموش ایست آخر جانم دامادم اهمیت نده او بعد از آن نامزدی با آن مؤذن به خود ناآمده ایستاده است دختر بیچارم معذرت میخوام از او نرنج من هم برای در همین مسئله گپ زدن آمدم خانم چمن خانم چمن به خدا از تو میرنجم آخر مادر جان میگفتی که پسرم گوش کنید خانم چمن لبای پسرم من داماد شما شده نمیتوانم چرا آخر؟ چه ها گفته ایستاده ای پسرم؟ گوش کنید خانم من بین هجری و سنم نمیدرویم هجری سنم رو سنم باشد هجری رو دوست میدارد نه من دوست نمیدارم دوست میداری؟ دوست نمیدارم مجبورم تمام گپ رو دراز نمیکنیم بین هم من تو رو دوست نمیدارم من هم برای تو نمیمورم قادر فشارم بلند شده ایستاده است آرام باش زنک جان گوش کنید خانم چمن
аз ростӣ бубахшед. чӣ хеле ки гуфтам, ман домоди шумо шуда наметавонам. ман ҷанговарам. дӯсти нафароне ки мушкилӣ доранд ва нафароне ки дар хатар ҳастанд. вақти оиладор шуданро ҳоло надорам. маъзарат мехоҳам. ист як дақиқа ист, нарав. домодам ба куҷо меравӣ? бояд равам хонум. баъзе корҳоро бояд ҳал кунам. ист нарав, илтимос. ба худо ҳамаи ин аз пушти он муаззин шуд, медонам. ба ту исбот мекунам ки духтари ман он муаззинро не, туро бисёр дӯст медорад. модар, ман на ҳиҷриро дӯст медорам, на ҷанговарро. ҳиҷриро дӯст медор, маро дӯст надор. аз ту мепурсам агар? ту ба ӯ аҳамият надеҳ, домодам. мо туро бисёр дӯст медорем. бахшиш хонум, рафтанам лозим. ай домодам, кори кардаатро дидӣ санам? ман чӣ кор кардам, модар? ай ба худо, домодам рафт. бачаро аз даст додем. қодир рафт. санабҷон, ай зудо биёр қодир. ай бовар кун, фишорам баланд шуд. ай ё худоё, ин ҳам фоида накард. инҳо аз ҷанговар даст намекашанд ҳаргиз. бояд дили санамро ба даст орам. чӣ кор кунам намедонам. охир ман ҳофизаи инро чӣ хел бармегардонам? куҷо шуд ин аднани ҷасур? охир маро мунтазир кард. ба худо ё худоё, чаро ин духтар ин қадар ба ман нигоҳ мекунад? аҷабо, кӣ бошад ин духтар? як лаҳза. духтари сковородка бад аст. аз ин духтар аниқ бояд дур бимонам. ин хел духтари зебои химчамиён бо ин бачаи ҳофизаашро аз даст додааст чӣ кор мекунад? охир ба ин иҷозат намедиҳам. милис ба ман арзанда аст, на ба ин аблаҳ. хонум милис, лоиқи шуморо надорад, вале аз таҳти дил ба ман як лабханд занед, ман қабул мекунам. мебахшеду, шумо кӣ ҳастед? ман такашӣ ҳастам. бори гузашта шинос шуда будем. ин акай он чашм танг аст ку? ин инҷо чӣ кор мекунад? боз бо ин саргардон мешавам. ташаккури зиёду қабул карда наметавонам. бисёр нозук астед. ақламро аз сарам бурдед. ба ин нигоҳ куна. дар наздаш дӯстдоштаашро гап дода истоданду ӯ парво надорад. мебахшед хонум мелис, шумо бо ин аблаҳ чӣ кор мекунед? ман нафаҳмидам. шумо лоиқи беҳтаринҳо ҳастед. ҷаноби камол, шунидед дӯстдоштаи шуморо аз шарқи дур хостгор ҳаст. чӣ хел хуб. худо мукаммалтар гардонад иншоаллоҳ. не, ман дигар тоқат намекунам. аз ростӣ ман дигар тоқат карда наметавонам. охир ту чӣ хел мард ҳастӣ? ҳофизаат рафта аз гуфта иҷозат медиҳӣ ки дӯстдоштаатро гап диҳанд? хоҳар, охир ман куҷои туро дӯст медорам? эй бародар, ту ин духтарро гирифта ба шарқи дур бубар. маро аз ин шиканҷа халос кун. бо сковородка маро зада ба чӣ ҳол овардааст? духтари сковородка бад аст. чӣ гуфтӣ ту? ана ба ту духтари сковородка бад аст. дастонатон дардро набинад хонум мелис. вақте ки бо сковородка ба сари ӯ задед, он қадар нозуку зебо буд ки... ту ҳам хомӯш шав.
یه دختر مرا کو زدی ولی از این آدم چی میخواهی؟ تو حالا هم گپ میزنی ها؟ تو را بگاه ساعت چند به خانه گسل کنم عزیزم؟ ساعت 5 جانم. الکس رفته ایستاده است با تاریکی ها. الکس نرو با کجا؟ کدام الکس ها؟ حالا وضع هوا باد و هوا را به شما میگویم. روزانه حرارت در شهر 12 درجه گرم، شبانه 4 درجه. تغییرات باد و هوا در طرف غربی کشور باعث باریدن باران زیاد گردید. بله تماشابینان عزیز، آخران سخنرانی که دونالد ترامپ کرد، دنیا باید با هم اتفاقی دوستی بسته همراه شوند و سلام استاد، من تاج‌الدین. سلام، من باشد استاد شراف‌الدین. ای مرا گران کردید. сайрам ҷон ҳозир вақте омадааст ки ҳиҷри қатъӣ меҳрубон бошӣ, мисли рафиқаш рафтор кунӣ. зиқай чанд вақт ки гузашт бо дилаш гарм мешавад. шумо парво накунед холаҷон. духтарҷон агар ҳиҷри пойтра зер куна ин муҳим нест, асабӣ наша. раги хунгарта зер накуна шид, фаҳмидӣ? ман худам медонам. хаймайлаш барори кор духтарам. раҳмат. салом ҳиҷриҷон, мумкин аст бишинам? ташаккури зиёд. аз рад шудани номзадият бисёр ғамгин шудам. ба ҳар ҳол гаҳбора бахшат ҳастам, вале шояд инаш хубтар аст. шумо бо санам одамҳои гуногун ҳастед, барои ҳамин рад шуд. илтимос хибрагум шав. ман хубии туро мехоҳам ҳиҷриҷон. намехоҳам ки барои ӯ зиқ шавӣ. туро дар аввалин фурсат бо ҷанговар хиёнат кард. бисёр ҳоли хароб дорӣ. ман туро дар ин ҳол танҳо намегузорам, мисли гурбае ки дар саҳни ҳавлии масҷид мегардад. чӣ хел туро раҳо кунам? охир қодир, мехоҳӣ ки аз пушти он муаззин домодам ҷанговар аз мо ранҷида дигар наояд? занакҷон, ин хел мешавад магар? ҷанговар духтарамонро дӯст медорад. каме номусаш омад, нахост ки байни муҳаббати ҳиҷрӣ ва санам дарояд. ҷонам, магар ин хел мешавад? аслан худи он муаззин байни духтарам ва ҷанговар домодам даромада буд. модар, беҳуда ҳавас нахӯр. охир ман ҷанговарро дӯст намедорам, бо ӯ хонадор намешавам. охир бо нафаре ки полис аз пасашаш зиндагӣ кардан ғайримкон аст. ай, гӯё ки ҷанговарро ёфтию хонадор шудӣ санам. уф модар, уф. کار میشود میشیدنی کار البته جانو میشود. ما تو هم همی خیر بودیم. چمن جان خدا را شکر. آسیه جان خدا را شکر. آسیه، با تو چی روزهایی رو که از سر نگذروندیم؟ خدا جنگاور برکت دنیا در سرش بریزه. اگر او نمیشید ما چیکار میکردیم؟ خدا خاک که بگیره زر بگرده. آمین آمین. آسیه بیا که قادر بچه کمت در جانم زنی. قادر برادر، آخر اگر این مسئله گوربک شمی بود دختریت بسیار زیبایی، ولی چیکار کنیم؟ اگه خلاص شدیم. پسر شما هم بچه خوب بود، ولی ما هم از پسر شما خلاص شدیم. بخیر میشه. بخیر میشه. شما دخترتانه جنگاور دمیتین، ما باشه بچمونه سیرم دمیتیم. ببین که هر دی اویلا خوشبختن. با خود راست میگویی آسیه جانم. صدقه چمنه.
як дақиқа гӯш кунед. Инҷо чӣ гап аст? Ман ҳеҷ чизро нафаҳмидам. шумо барои ҳиҷрӣ сайрами девонаро хузгарӣ кардед? دخترم دختری قد بلندی خوشرو او ببین هجری گوهر بخشت خطی خیلی وقتش خوشه. چی؟ آخر من کلمی شما بودم کو؟ هجری؟ این دختر تبین من کمتر دختری دیوانه هستم. برای تو زیخ میشوم. هجری؟ میدونستم که با من خیانت میکنی. دوست داشته تو از وقتش همین شیطان بودم. خیلی نه؟ سنم تو چرا چونین میکنی؟ میدونی که هجری رو چقدر زیخ کرده ای؟ مگر برای یک جنگاور اینقدر او رو میرنجونی؟ بسیار حیران شدم. این با تو هیچ نمیزیبد. تو خاموش شو. شیطان در جایت بشین. با این گفتار دلم رو میشکنی. چرا با من چونین کردی هجری؟ چه خیلی؟ من با تو چیکار کردم سنم؟ با این شیطان اینجا چیکار میکنه ده؟ مثل دو آدمی با مدنیت نشسته ایم. میدونستم که یک روز مرا ترک کردن نزد این شیطان میروی. میدونستم. ای بس کن سنم. از پشت کارهای بیمانی نامزدیمان رو برهم دادی، باز آمده اینجا مرا تهمت میکنی. این کارها با تو هیچ نمیزیبد. میبینی چقدر هجری رو رنجانده ای؟ دیدی چه خیلی غمگین شد؟ مگر میارزد که از پشت جنگاور با او این خیلی رفتار کنی؟ زیق شود زیق شدن گیرد. با من چی پروایش را ندارم. به این همان جنگاور دارم. با او خانه دار میشوم. چی؟ من با تو گفته بودم این دختر با تو خیانت میکند. نسبت من چه خیلی این کارو میکنی سنم؟ اینها رو پیش از با این شیطان مرا ایواز کردن فکر میکردی هجری. اکنون بسیار دیر شده است. تو چی سفزتا میگویی سنم؟ آی تو شرم نمیداری؟ چه خیلی که گفتم من با جنگاور خانه دار میشوم. تو با این شیطان خانه دار میشوی. اکنون عروسی جنگاور نمیشوم گفته بودی. چرا فکرت رو ایواز کردی؟ جنگاور مثل تو نیست. فهمیدی؟ او مرا دوست میدارد. مثل تو بولحوث نیست. من با او خانه دار میشوم. شما یک جای خانه دار شوید. اکنون با شما خوشبختی میخواهم. آخر این دختر عقلش رو خورده است. خیر اکنون تو با گرد اطرافت کمی نظر کن. شاید بختت نزدیک است. салом бинандагони азиз, агар хоҳиши филми ҳидоятро ба таври аслӣ ки аз қисмҳои 2 соата иборат аз тамошо карданро доред, пас ба YouTube канали Сабина HD дохил шуда аз филмҳо дидан кунед. агар филми мехостагиатонро наёфтед, ба мо муроҷиат намоед ва мо дар муддати 12 соат филме ки мекофтед пайдо намуда пахш мекунем. умедворам филмҳо ба шумо писанд меоянд. обуна шудан ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед.